پفک با طعم خروس مگه داریم؟ آقا این پفک ها خیلی باحاله، کلا یه دونه توشه، بعد این با طعم خروسه. گونده ترین پفکیه که تو عمرم دیدم. چقدر سفته، انگار یه پفک مونده است. بعد خروس چه مزه‌ای، من تا حالا خروس نخوردم. اون که خیلی چرت بود. بریم طعم بعدی. این یکی با طعم چیکن یا همون مرغ، اونقدر دراز نیست، دوتا انقدی توشه. این خوشمزه است حاجی، خدایی نرمه، طعمش هم خیلی خوبه. پشمام، ببین خوشمزه ترین پفکیه که تو کل عمرم خوردم. عالی بود، عالی. بعدی با طعم مخلوط میوه های. چقدر عجیب، پفک با طعم میوه، آناناس، توت فرنگی، اینجور چیزا. پشمام خیلی عجیب غریبه. قبل از اینکه بریم سراغ آخری لطفا ویدیو رو لایک کن. آخری با طعم ذرت بوداده است. جانباز شده. من سالم دوست دارم. این سالمه. خیلی خوشمزه است. مزه بلال میده، بلالی که کره بهش مالیدی کنار خیابون داری میخوریم. خیلی خوشمزه بود. به نظرم از همشون خوشمزه تر ذرت بوداده بود. سابسکرایب هم کن.